سلام بچه‌های خوب، ما رسیدیم نیارق. سفر جدیدی رو می‌خوایم شروع کنیم. ما اصفهان ساعت 4 حرکت کردیم با اتوبوس و الانم می‌خوایم سوار نیسان بشیم. خیلی خوش اومدین به مسیر رویایی صحابلاتون یا اسپیناسبلاتون. ما از روستای نیارق داریم میریم به سمت جاده آلادیزیه، به رومون جنگل‌های فندقلوه و میرسیم نهایتاً به اسپیناس، قله اسپیناس و مسیرمون شروع میشه. پیمایش داریم، همش سرازیریه تا برسیم به دشت لاتمون یا اسم اصلیش گرد کانگلابی. گرد کانگلابی اما خواهیده بخند گفت میشه حالا گفت چیز بعد بنوری از نفهمیدم گرد خان اولاقی گرد اولاقی به معنای چشمه میشه، یعنی چشمه ای که گردو کنارشه، گرد کان گردو اولاقی. اینجا هم که میبینیم همه کشتی دیمه، این گل زرد چیه؟ کلزا یا کانولا. آره الان قشنگ چیزش هم پیداست دیگه، دکلش پیداست. ما الان قراره برسیم به اون دست چپ. دوتا شما بلندی میبینید، یکیش قله سنگره رو به رو که میره برای دوشکی، از کنارش ما رد شدیم به رو. یکیش اسپینازه. مسیر کلا دریاچه سوهای یه 6 راهیه که هر کدومش به سمت یکی از مسیرهای ترکی صحابه لاتونه و اسم اصلی لاتون هم آبشار بارزو بهش میگن، یعنی بلندای آب. آره آبشار لاتون یا همون بارزو به خاطر که بلندترین آبشار استان گیلانه با ارتفاع 105 متر، به خاطر همین خیلی معروفه. اما واقعا هم دشت لاتون یکی از قشنگترین جاهاییه که توی ایران هست و خیلی مسیرهای دیگه ترکینگ هست. یکیش مثلا بچه‌ها رو بردیم صحابه دوشکی، یکیش مثلا صحابه گلینداشی به میکمه و خیلی هست. اون طرف در میره مسیر تفیه به زمرد، به آبشار زمرد. بعد مثلا خیلی یکی دیگه هست مثلا کفتره برا به لوشکی، یکی دیگه مثلا میره اونورتر به اونوستان و واقعی خیلی هاشو خودش گذاشت هم گذاری کرده. حالا دیگه دکلی چه گفتی بود؟ دیدی اونها دیدی سر اون تپه‌ایه الان دیگه میره پشتیم. دیدی من میبینم چشات ضعیفه. تموم این ترکینگ مال استان گیلان، یعنی اما در واقع ما مسیرمون از اردبیل، استان اردبیل شروع میشه به گیلان ختم میشه و معنی ترکینگ هم اینه که شما بدون اینکه کوله کشی بکنی و بخواید برپایی چادر و اقامتگاه چیزی داشته باشین میرین. آره بگیرم اگه خودمون سوار قاطره بشیم چی میشه؟ اون دیگه میشه اینجا تا فصل میشه اومد خرکی. اینجا تا چه فصل میشه اومد؟ اینجا تابستون هم میشه اومد، اما الان خوبه، باید توی پیمایش هوا خنک باشه، اذیت نشه. بعد تو تابستون میرم سمت مسیرایی که یه مقداری مثلا آب بازیش بیشتره، اون مثلا از جوری برنامه ریزی می‌کنیم که توش آب بازی داشته باشه. حالا بچه‌ها اومدن این برم بازم کلی مسیره. یه مسیر دیگه ما اومدیم آلادیزیه به آب گرم مشه سویی یا آب گرم علی داشی به گیلده و خود همون 4-5 تا ترکینگ داره. یکی از لیدرهای خوب استاد اصفهان هستن، باشگاه آراد. یه خودشون بقیه‌اش چرا جا پشکل میاد؟ قطع بود.
خیلی لفظ خراب صحبت کرده خاطر دوربین یا راشو یادمون بده که حفظ کنیم ضبطش. نه ضبط میشه. بنفشه مثل شیپوریه. هر سال اینقدر مسیرش بگیره یه ذره همون فاصله دار برو بالا خوشته دارم توی مسیر قله اسفیناس و این طرف هم نگاه کنه قله اسفیناسه که بچه ها رفتن روش دارن عکس میگیرن. حالا قله که اونجاییه که دکله ولی این صخره هایی که اونجاست خیلی قشنگه. بریم ما هم اونجا ببینیم. خب اینجا کوه اسفیناس، اینم رو برو قله دشت خشکیه. خیلی خوشگله ببین. نه از قله اسفیناس دیگه بالاتر نمیریم چون زیباییش از همینجاست و پشت سر منم ببینیم چقدر خوشگله فوق‌العاده است. بچه اون طرف خط آذربایجان ها، دریاست هم اگر دقت کنید شاید معلوم باشه، حتی یه دونه کشتی هم اونجا هست ولی نمیدونم آلودگی حواس چیه که نمیشه نگاه کرد و نمیشه دیدش. از اینجا دیده میشه ولی شاید توی فیلم شما نتونید ببین. و این هم از قله اسفیناس. یه دوره دیگه کامل ببینیم و بریم واسه مسیر بعدی. تو حمید بکو همیشه؟ نه تو کاسه؟ آه. نه تو دیزی بکوب، من دوست دارم تو این بکوبم. اون نمیشه که. چرا؟ بریز تو اینو بکوب بهتر کوبیده میشه اتفاقا. میخوای حالا یه خود هم آقا امیدا الهه خانوم دارن دیزی میکنم. آره خوشمزه توی طبیعت لات دیزی شد. آره اینم ویوی ما ببینید، فقط اون ابرایی که اومدن رو جنگل
کلبه همون شهرروز بود. اینجا ناهارمون رو خوردیم و از اسکیناس داریم میریم سمت دشت لاتوما. آتیشه؟ پام همین توش میتابید اینجوری باز میکرد سر میخوره. اینا یه جوری است که یخت استوپر داره. آقا نیاز به دوبله هست. خب ارزم به حضورتون که بچه‌ها باید یه جا بشینید راحت پاشنه یه پا رو میزنیم که بچسبه پاشنه پا بیاد سمت پای. خب این خیلی مهمه. این زبونه رو میچسبونیم اینجا. بعد حالا این ساده ترین نوعشه. حالا اگه یه وقت یه جوری دیگه دیدین یخت پیچا تا بشه میشه کنن. یه جوری باید ببندیم که نه پا توش شل باشه نه اینکه خون توش جریانش کند بشه. نباید اونقدر سیف ببندیم که پا توش خون جریان کم بشه. خب اینا نمیخواد. یه سری ها میگن آقا اینو سلو کنی، یه سری کفش این مثل هوکا که خودش استوپر داره. وقتی شما اینا رو وارونه این شکلی از بالا به پایین ما میدیم خودش استوپ میشه توش. خب و عرضم به حضورتون که این حتما به چسب خیلی مهمه. اینم اینقدر نباید سیف ببریم اما جوری باید باشه که این کامل این زبونه بیاد رو پادا بگیره از بالا به پایین. چرا از بالا به پایین؟ چون وقتی که این میاد این شکلی میاد رو خودش یه قفل میشه. درسته؟ اما حالا برعکسش ببینید چه اتفاقی میفته. قفل نیست. من یه عادت هم همیشه نمیاد رو خودش ضرب در میشه. این خودش میاد یه ضرب در میشه و قفل. حالا بعضی ها میگن رو هر دوری که میزنی برای اینکه این شل نشه یه تاب اضافه بده. به نظری من احتیاج نیست. خب اینم گره خیلی معمولی. همون گره چی میگم بهش؟ گره سر دست، گره خفت، گره پیرزنی. طبق عادت تو اینو میدی دیگه. اینو میکشی بیرون کامل. حالا من برعکس اینو میدم. برعکس عادت تو کاملا رد میکنی. این میشه گره یه مربع. باز کردنش راحت تر. اضافهش هم همین داریم پرمانه میزنیم. یه بار دو بار. حتما این میره زیر بنده. یکی این که شما دارید راه میری یکی از بچه‌ها دید من بندام شل بود پام گله این بنده این افتاد گله این سگک این و خیلی موقع میشه این سگک میشکنه و خیلی موقع میشه که تو اصلا به همین مفتی سکندری بکنی. صبح من دیدم خیلی وحشتناکه. تو پیمایش اکثرا عادت داریم که دست تو جیب بره. دست که تو جیب بره شما یه سکندری بخوری دست تو جیب قفل میشه. از بالا به پایین دست اون لحظه این پرشتاب دست رو میخوای به بیرون بدی دست تو جیب قفل میشه. با دست نمیای رو زمین با صورت. حالا میخوای انجام بدیم. خب بچه‌ها ببینیم این باتون از 3 قسمت تشکیل شده. خب این که ثابته این دو تا متحرکه این چون قطر بیشتری داره پس قوی تره. ما میاریمش استاپ زیر استاپ 135 سیم مثلا برای اینکه این صفر بشه. خب این پیچ مهره پشت اینا باید بتابونیم. خب یه تیکی باید بکنه نه زیاد صفر بشه نه زیاد شور. ببین الان خوبه. خب یه ذره حالا سیم بر میشکن. خب پولش هم میده. اینم از این 130 اینو آزاد. آره بیارین زیر استاپ. نه اون اولی دومیش بعد تنظیم کرد. خب تنظیمش کنم. در قد من زاویه دست بعد توی حرکت حالا ما اکثر مسیرمون رو به پایینه باید زاویه 90 درجه باشه. این رو همین حالتی که هست. خب همین حالتی که هست دست از زیر میره. میبینی؟ دست از زیر اول ببین بعد کارشم از زیر میره میاد پایین. چرا؟
خب چون اصلا احتیاج نداره تو مدام اینا بخوایم مشتش کنیم. این همین تست باعث میشه که اصلا اینجوری دستم باز باشه. این باز زاویه هم قرار شد 90 درجه باشه. خب ما رو به حالا معمولا شیبمون سرازیریه، رو به این حالا یه ذره این بیشتر اینا تنظیمش میکنیم و اینا می‌بندیم. حالا چرا این گلپر باید بسته بشه؟ شما دارین به سرعت توی یه مسیری حرکت میکنید دیگه، هی نمیخواید چک بکنید. اگه یه حفره‌ای باشه، یه شکافی باشه که این بخوام مثلا این دیگه نمیذاره این بره پایین. اگه این بره پایین وسط این مثلا میاد تا کمر این، شما تو حرکت تق میشکنید. خب پس این باعث میشه که تو شکاف و سوراخ و اینا نره. این باعث میشه که جلوگیری بشه از این کار. چند مدل حرکت با باتوم زدن داریم. حالا دو مدلش رو میگیم. یه مدلش حالت دروازه‌ای بهش میگن، شما میزنی بعدا بچه‌ها اینجوری نمی‌کنیم. الان خیلی ها رو من دیدم از گروه‌های دیگه اینجوری دلت می‌کنه، مثلا دلت اینجوری همین چیکار داری می‌ری اینجوری این بهش میگن دروازه‌ای. شما وقتی داری راه میری چیکار داری می‌کنی؟ چپ راه معمولی چیکار می‌کنی؟ اینه دیگه، اینه درسته. خیلی‌ها اینو گیج میشن، داری اینجوری میری دیگه. خب همینا با تونش می‌کنی. ببین این کنار اون پا، کنار اون پا حرکت دسته آخر کلاس قشنگ فشار بیاد. داری میری پایین فشار بیاد که بالا تنه نخواه. این هم تنظیم داره، میتونی تنظیمش کنی اما زیاد با این بازی نکنی. اینا بعض موقع خف میفته و گیر میفته. تو که ماشه رو حساب نمی‌کنی. دست اسفنجی ها بهتره، خودش یه ضربه گیره و این تلسکوپی هم بهتره. باتون هم نمیخواد چیزی خیلی گرون بخری چون آخرش بهترین باتون دنیا هم که باشه یه چیزی مصرف. یه سری اسمایی میذاریم که هم نشانه مسیر باشه. اینجا میگن دالان بهش، دالان تاریکه سلام از دالان بهشت. فوق‌العاده است بچه‌ها. یه سفر بسیار هیجان‌انگیز و آموزنده. دیدین دیگه آموزش‌ها رو براتون گذاشتم. حتما استفاده کنید از این آموزش‌ها که توی طبیعت و جاهایی که میرین حتما بتونین به سلامت برین، با آرامش برین و بسیار لذت بخش. اینجا هم گرلای دیگه قطع کنیم تا بریم برای بعد. کنم دالان بهشتم تمام شد دیگه. شما بار اولی مسیر رو میرن؟ آره. دالان بهشت تمومی نداره کلن توی دالون ما خیلی قشنگه، واقعا حس بهشت داره. درختایی این کوه چیه؟ این اشاقه؟ لاک پشته؟
ببینیم کوبه چیه. چایه چیکار کنیم؟ الان میذارم. مسیر جلو رو نگاه کنیم. این سنگا به نظرم اگه بارون میومد روی این سنگا الان سبزتر و با تراوت‌تر بودن، ولی همینجوری هم قشنگه. بریم از این یکی دالان در بیایم ببینیم به کجا میرسیم. راستش وقتی توی طبیعت هم خیلی لذت میبرم و خدا رو شکر میکنم بابت این زیبایی های قشنگی که به همون داده. نگاه کنیم جنگل این کنار، نگاه کنیم. البته فکر کنم تو فیلم خیلی نیفته چون خیلی در و تاریکه. بریم دالان جلو. چه دالونیه این، خیلی خوشگله. وای گلان، من از تو اینجا نمیام، من از اینجا بیام این گلان رو بگیرم. بین چه سال گشته ایام اسرار پنهان، پر شد از سبزه و گل دان بستان، شد عیان گل به گلستان، دور غم شد به پایان، شورش مرغان شد ز گردون به کیوان، رخ تو با رخ گل هر دو با هم، دل من و دل تو گشته خرم، از هجر تو یک دل می سوزم، با یاد تو یک دل می سازم، رو به چمن کن دیده بینش آزاد هست، منظره گل بنگر و دل کن شاد و خرم، چند و به ذلت در دوران سوزم و سازم با هجران، زآتش عشقت سوخت همه سر و سامانم، دل و رهایی
در ره جهل و پستی سر تو تا کی حالی از شور مستی فصل بهار است تیز و چو آتش آب و چو مینا کن منظره گل بنگر و دل را واله و شیدا کن. این آخره فیلم خراب کرد. اینجا کجا سنا؟ صخره اوشا. آره. الان اون میگن اوشا؟ اینه یعنی رگه سنگی بریم بود میخوام عبر خیلی نبود من میگم که تو ابر و مه و اینا خیلی بد آدم بیاد هیچی نمیبینه. هیچی پیدا منم همینه دیگه میگم بارون خوبه مه خوبه خب هیچی نمیبینی. اون آخری برکه چسبیده به برکه کلامون هم نیا کن زامون هم سفید داره ببین آره ریخته. خب خوشگله. اینجا الان میشه دشت لاتون درسته؟ آره الان این که روش وایسادیم میشه صخره اوشا؟ صخره اوشا. صخره اوشا. و اون چیه؟ اون لاک پشته؟ اون مثل یه گوریل میمونه میبینی سری گوریلا؟ بیشتر لاک پشت میخوره. خندم درد گرفته منم بشنم اون ور چیه؟ چیه اسمی داره؟ چای بیار بیاد نگاه کن این سنگه اینا هم پرده باید باشم چقدر بله لاتون از اینجا پشت سرم و خوشگله. یه تیکه رو بیان خوش کرده هم به چاقو بیان خوش کرده. چه دشتی چه جنگی.
خشک شده، الان شده باطلاق. و اینا از منظره دشت لاتون و بریم منظره فقط خب رسیدیم به اقامتگاهمون دشت لاتون. اینم سمت چپ من. از این ور میتونیم قلعه لاتون رو ببینیم. روبرو میتونیم برکه‌ای که قراره کنارش سکونت داشته باشیم و دشت لاتون و کمپ‌هایی که زده شده رو میبینیم. و اینم دشت به این زیبایی با این مه و بارون نم‌نمی که داره میاد. در نهایت اینم محل کمپمون. اینم برکه‌ای که پر شده قورباغه و جیرجیرک و همه چی توی این دشت هست. اینم برکه و اینم فضای دورمون که میتونیم ببینیم. بچه اینجا دشت لاتونه، دشت بسیار زیبا. حتما سفر کنید و ببینید.